معلومات کامل بورسیه دولتی سلواکیا، جزئیات بورسیه کشور میزبان سلواکیا، مقاطع تحصیلی لیسانس، ماستری و دکترا، رشته ها بخشای انجینری، تعلیم، تربیه، ادبیات، اقتصاد، علوم اجتماعی و دیگر رشته ها. نوعیت بورسیه کاملا رایگان می باشد یا کاملا تامین شده. ختم ثبت نام 25 می 2026. نوعیت ثبت نام کاملا به صورت آنلاین. شرایط بورسی دولتی سلواکیا، این دو شرط مهم داره که شرایط سنی بورسی است و دیگه شرایط فیصدی نمرات. شرایط سنی بورسی برای مقاطع لیسانس و ماستر سن متقاضی باید بین 18 الی 26 سال باشه. برای مقطع دکترا سن باید بین 23 سال الی 35 سال باشه. شرایط فیصدی نمرات برای همه مقاطع تحصیلی باید فیصدی نمرات حداقل 80% باشه. امتیازات مهم بورسیه: لیلی رایگان، دانشگاه رایگان، کتابخانه و هزینه سفر کاملا رایگان، 10 ماه کورس زبان سلواکی کاملا رایگان، دارای کمک هزینه ماهیانه تحصیلی. اسناد مورد نیاز برای بورسیه دولتی سلواکیا: مدرک آخرین درجه تحصیلی برای فارغان صنوف 12، شهادتنامه برای فارغان لیسانس و ماستری، ترانسکریپت و دیپلم دانشگاه، اسناد هویتی، پاسپورت، تذکره، کارت تولد. توصیه‌نامه برای فارغان صنوف 12 از استادای مکتب یا کورس باید تهیه بکنه. برای فارغان لیسانس و ماستری از استادای دانشگاه خود یا جایی که کار میکنه توصیه‌نامه بگیرن. اپلیکیشن فرم امضا شده و سی وی و انگیزه‌نامه. اپلیکیشن فرم زمانی که شما پر کردین به صورت آنلاین، در آخر او را به صورت فایل پی دی اف برای شما فایل دانلودی میایه، شما او را دانلود بکنید. بعد از دانلود او را اسکن بکنید، در قسمت آخر امضا کرده دوباره اسکن کرده در سایت اپلود نمایید. چطور ثبت نام نمایید؟ برای ثبت نام در این سایت شما وارد میشوین و روی رجیستریشن کلیک میکنین. اگر قبلا شما اکانت ایجاد کرده اید، فقط در قسمت ایمیل خود وارد بکنین و در قسمت پاسورد اپلیکیشن خود وارد بکنین. روی لوگین کلیک نمایید، وارد اپلیکیشن خود شید و اپلیکیشن خود ادامه بدین. اگر نه که میخواین از نو ثبت نام بکنین، روی رجیستریشن کلیک نمایید و اپلیکیشن فرم آنلاین پر نمایید. اگر شما در قسمت تهیه اسناد بورسیه و همچنان ثبت نام نیاز به همکاری دارین، با آدرس ما کوته سنگی گالایی دواخانه مارکت تجارتی کابل، منزل 3 بورسلاین مراجعه نمایید. ان شاءالله ما میتونیم شما را به صورت پروفشنال شما را ثبت نام نمایید. و همچنان اگر کدام معلومات کار دارین، نیاز به مشاوره رایگان دارین، میتونین به این شماره واتساپ دفتر بورسلاین است تماس بگیرین یا پیام بگذارید. ان شاءالله ما همه معلومات و جزئیات برای شما شریک خواهیم کرد.